در زمستان بهاری مسجد سلیمان دشت‌های چماسیاب همانند زمردی سبز جلوه‌گری می‌کنند. تقریباً 15 سال که مشغولم به سبزی کاری. آقای صالحی به همراه اهالی منطقه چماسیاب سهم ویژه‌ای در تولید سبزی منطقه دارند. ما هر روز صبح برای برداشت سبزی بر مزرعه میایم. بیش از 10 نوع سبزی در مزرعه آقای صالحی کاشته شده. خورشتی‌ها مثل پلوی، آشی، قلمویی، تره، ریحون، تربچه. خریدمون بیشتر انجام میدیم. سبزی فصلی مورد استفاده خودمون از اینجا تهیه میکنیم. کشت سبزی در چماسیاب کاملا ارگانیک بوده. ما از تقریباً 1 میر شروع میکنیم به کاشت سبزی تا 15-20 اسفند برداشت داریم. حمایت از این کارآفرینان که نقش بسزایی در تولید محصولاتی همچون سبزی دارند میتوان باعث افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه شود. محمد رستمی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد سلیمان.